سلام دوستا، اینی سوال سایل کنین. این سوال بسیار جالب است، مربوط ورتیکل کروا میشه. هیرم امروز برتان حل میکنم. سوال ایره خواسته که میگه شما الیویشن در کدام نقطه پیدا کنین؟ در استیشن 32 جمع 50 و 32 فیت از او به طرف دست راست و نموجه الیویشن پیدا کنین. یعنی چی مانا؟ اینال سه دانه شکل شما در اینجا میبینین. اینی که از نمای تاپ از این سرک است. صحیح؟ خط ایس الاینمنتش هست از استیشن 10 شروع شدم تا رفته دیگه پیش. از ما مثلا خواسته که در استیشن 13 اینجا مثلا باشه. استیشن 13 گفته شما پیدا کنین 32 فیت به طرف دست راست. اینجا مثلا اینی فاصله که 2 فیت داده، اینیش هم 3 فیت است. در 32 فیت به طرف دست راست ارتفاع رو در این نقطه پیدا کنین. اگر از نمای تاپش تشریح کنم، بعد از اون ما در سرک ها میفهمیم که دو دانه پروفایل داریم برش. یکی پروفایل لانگ، پروفایل الانگ یا به امتداد طولی، پروفایل طولی است. یکی پروفایل عرضی که به نام سکشن سرک هم یادش میکنم. هر دوش داده. پروفایل طولی چی مونه کنه؟ در طول سرک امی سرک تا بالا میشه، ورتیکل کروا را ایجاد میکنه. کراس سکشن سرک چیست که از عرض سرک یک سکشن میگیریم به این شکل معلوم میشه. مثلا اینی تاپ آف د کرو است، باز این تا پایین آمده فلو لاین شده که هاو میره دهی. باز این 2% مایل سرک است، این مرکز سرک است. باز از مرکز سرک 2% به این طرف مایل است. باز به این شکل یک مایل دیگه داره که گفته 2 هورزنتال اگه باشه 1 ورتیکال کار است. این فاصله شون برای ما داده. خب اول چی میکنیم؟ اول ما باید الیویشن پیدا کنیم که الیویشن در اینمی نقطه سرک چند میشه. اینمی الیویشن که در این نقطه کرف تو پیدا میکنی، اینمی مرکز سرک است. یعنی تو الیویشن در این قسمت ها پیدا میکنی. اینمی مرکز سرک، اینمی مرکز سرک است و اینمی هم مرکز سرک است. هر نقطه از این مرکز سرک. اینال به اصطلاح اینی خطه که شما میبینی، اینی خطه، اینی خطه کروا، اینی خط است. میدی؟ یعنی هر نقطه از این که است در یک مسیر قرار داره. منطقه موقعتش کردیم بس از بغل میبینیمشه. این به نام پروفایل طولیات میکنن. خوی را چطور ما حل کنیم؟ این حال ما اینو میره حل میکنیم و برتانی را چیز میکنم، رسم میکنم جدا دی سرک کل معلومات هایشه باز برتان تشریح میکنم. اینجا باش موبایل خدابانم که یک ذره یه چیز شوم جایی ایجاد شوم. میره انتو کنم، پنسل خودم بگیرم. اینه مثلا این کرب ماست، ای پی وی آی است. برای ما داده که الیویشنش در اینجا است چند است؟ 100. صحیح. beginning of vertical curve که به نام PVC و BVC هم یادش میکنن، این 900 دادن یا 9 جمع 0 و اینی را برای ما داده 1500. از ما خواسته که مثلا نه اینجا فرض میکنیم 13 اینجا باشه. صحیح. این نوز مثلا 10 11 12 13 14 15 مثال میگیریمش تا اینجا به صورت فرضی. اینمی نقطه را میگیم که 13 جمع 50 است که اینمیج از ما خواسته الیویشن اول پیدا کنیم. باید ایره اگر اینجا نخواسته از این نقطه به اون طرف، به خاطر از اینکه او سوال بفهمیم که 32 فیت به اوجا باید اول در اینجا الیویشن پیدا کنیم. چطور پیدا میکنیم در اینجا الیویشن؟ اینی مثلا اگر ما یک مبدا بگیریم، اینمی الیویشن پیدا کنیم، را به نام وای کرو یاد میکنن. این از خود یک فرمول داره، فرمولش و فرمولر براتون میده. یعنی که وای کرو در کدام استیشن؟ در استیشن 13 جمع 50 مساوی میشه با وای در نقطه پی وی سی. و نقطه پی وی سی کجاست؟ اینی ارتفاع است از مبدا. صحیح. یعنی که در شروع کرو
ارتفاع در شروع کرف جمع G1 اینی سلوپ است. صحیح. به نام فاروارد سلوپ هم یادش میکنن. 3% بر داده. ای بک سلوپ است -4 بر داده. صحیح است. پس ما میگیم G1 ضرب X کدام فاصله است؟ X فاصله که تو از نقطه دلخواه، از نقطه که تو میخوای ارتفاعش پیدا کنی تا شروع کرب است. صحیح است. این تا این نقطه رو میگیم X. خب G1 X جمع G2 منفی G1 بر 2L ضرب X مربع. این یا کلش ضرب X مربع. این ناله ما چطور پیدا میکنیم؟ L چی است؟ طول کرب است. این نال ما برد یک دانه پیدا میکنم. L هم X هم G1 G2 را خود داریم دیگه. YPVC رو اول همی YPVC رو پیدا میکنیم. YPVC چی است؟ مثلا اینجا بر طور ارتفاع داده است. یعنی ارتفاع اینجا را داریم 100. اگر ما این ارتفاع که دیگر از پیش منفی کنیم ارتفاع را در شروع کرب برمون میده. اون را یک چیز داره، یک فرمول داره، میگه که از نقطه PVI یا مرکز نصف کرب ای طرف است، طولش نصف کرب او طرف است، به او طرف میلان است. این حالا ما کرب چطور پیدا کنیم؟ خیلی طول کرب، یعنی که از شروع کرب که از استیشن 9 تا 15 چند میشه؟ 15 را استیشن 15 را منفی نکنی پس طول کرب برات پیدا میشه 600 فیت. نصفش چند میشه؟ 300. پس این حالا وقتی که ما این یک مثلث میبینیم، این مثلثش پیدا میشه به این شکل. ما این را داریم که 3%، اینی را هم داریم 600 ببخشین 300. پس ما اینی فاصله که پیدا میکنیم که این ارتفاع میشه، این Y1 میشه، بس الان نامش میمونیم Y1. این Y1 چطور پیدا میکنیم؟ ما یه چیز داشتیم که مایل مساوی میشه با تانجانت تیتا و تانجانت تیتا مساوی میشه با Y بر X مقابل بر وتر تیتا باشه. صحیح. پس این Y پیدا میشه که مایل ضرب X این فاصله 300 است. پس میگیم 300 ضرب 0.03 کنیم 3% مایل است. این میشه 9. این نور ناله، این نور از 100 تفریق کو. پس این YPVC رو براتون میده که 91 فیت. پس این رو پیدا کنیم چند شد؟ 91 فیت. اینجا نشتهش میکنیم 91 فیت جمع 0.0 3 G1 ماست مثبت سلامش به شکل اینی فاصله چیش هسته مثبت گرفتیم که به طرف بالاست. X چطور بین از این تا استیشن باز پیدا میکنیم؟ 1350 که این استیشن بود، اگر 1350 رو منفی 900 کنیم چند میشه؟ 450ش میمونه. 450 پس فاصله X ما شد. اینم دیگه جمع اندازیم، جمع میکنیم. جدوی ما چی هسته؟ منفی 4%. میگیم منفی 0.04 و منفی ای چی ما چند است؟ ای دیگه ما 3% است، مثبت 3%. پس مثبت ضرب منفی منفی میشه، ای 0.03 میشه تقسیم 2L ما را پیدا کردیم چند؟ 600. پس این میره که محاسبه کنیم کلش میشه که 92.69. صحیح. 92.69 یعنی ارتفاع کرب ما دو نمون نقطه میشه. این حال از ما ایره نخواسته، ما فقط پیدا کردیم که چی مانا؟ ما پیدا کردیم که ارتفاع در این نقطه یا در این مرکز سرک، این اینجا در استیشن 3 در کدامشه که بگیریم. اینجا یک کمی شکل بسیار کانفیوز کننده معلوم میشه که ورخطانش ای به شکل طولیست، یعنی که این طول سرک مثلا بسیار زیاد باشه، 100 مایل باشه، 10 مایل باشه. در طول سرک به این شکل تا و بالا همیشه ورتیکال کروا می باشه. گروه با سکشن میگیری از طول سرک به این شکل، شاید از اینمی کروا 10 تا 20 تا 30 تا باشه. نال یک تا شما پیدا کردیم که بین استیشن 9 و 15 و ارتفاع در استیشن 1350 رو پیدا کنیم. این قدر شد، یعنی در استیشن 1350. این حاله
سوال از ما چی خواسته؟ سوال گفته که از استیشن 1350 32 فیت به طرف دست راست شما با ما پیدا کنین. اگر ما سکشن ارزی سرک سیل کنیم یا کراس سکشن سرک، یعنی از اینمی نقطه، از اینمی استیشن 1350 به طرف دست راست 32 فیت تاپ آف د کرب میشه. یعنی چی را سیل کنین ما براتون رسمش میکنم. چی مانا اینال اینی مایل سرک از 2% ایرام داده ایرام. اینی استیشن 1350 الیویشن شما پیدا کردیم که 92.69. بعد از اون پس یک مایلک دیگه است، باز اینی تاپ آف د کرب است، مثلا که ساید واک باشه هرچی باشه، اینی مثلا جوچی از در بغل سرک میره. اینی فاصله را براموت داده که اینی فاصله از اینجا تا اینجا 30 است. اینه در خود کتاب که سل کنید شما ایره براتون داده. اینه میبینید ایره براتون داده 30 و اینی سلوپه که میبینید ایره براتون داده 2 هورزونتال اگه باشه میگه 1 ورتیکال است و ایشون براتون داده 2 فیت. یعنی چی مانا؟ که ما اینی ارتفاع رو در اینجا پیدا میکنیم. یعنی چی مانا؟ که اگر ما ارتفاعی که در اینجا داریم اینمی ارتفاعه که دیگر که نامش مثلا میمونیم که y1، از اینی رو نامش میمونیم y2. اگر ما y1 پیدا کنیم صحیح و اینمی ارتفاع رو بگیریم از پیش منفی کنیم، ارتفاع رو در اینجا داریم. وقتی که ارتفاع رو در اینجا داشته باشیم مساوی به این ارتفاع است. صحیح هر دوش در یک خط است. بعد از او پس اگر جمع y2 کنیم پس بالا میره در اینجا یا نه؟ اینمی چیز ساده رو ما پیدا میکنیم. چطور؟ y1 باز هم گپ بیشتر است که مایل مساوی میشه با چی؟ تانجانت تیتا و تانجانت تیتا مساوی میشه با y بر x است. صحیح؟ دیگه y1 میگیریم. ولی y1 ما مساوی میشه با چی؟ x ضرب نیمی مایل که مایل داریم 2%، 0.02 میشه و x ما رو داریم 30 میشه. پس ما y1 پیدا کردیم که چند شد؟ y1 ما میشه که 30 ضرب دی پیش رویتون ضرب کنم میشه 30 ضرب 0.02 میشه که 0.6. پس اینی شد که 0.6 فیت. اگر ما از 92.69 منفی انصر کنیم میشه، از جوابش میبره که 92.09. پس یعنی ما ارتفاع رو در اینجا پیدا کنیم یا در اینجا، هر دوش یکی است نه؟ پس ما میگیم ارتفاع رو در اینجا یا در اینجا هر دوش یکی است، در خط مستقیم هستن. ما ارتفاع رو در اینجا داریم که الیویشن در این نقطه شد که 92.09. حالا اگر ما اینی میره جمع اینی ارتفاع کنیم یا جمع از این ارتفاع که وای 2 کنیم در اینجا برای ما تاپ آف کرب میده، از اونجا از ما رو خواسته اینی رو برای ما داده. مایلش گفته اگر 2 هورزونتال باشه مساوی به 1 ورتیکال. حالا وقتی که ما اینی فاصله رو برای ما داده در سوال که 2 فیت، پس 1 فیت میشه دیگه. چطور؟ بازم نمیفهمین، یعنی که 2 هورزونتال مساوی با 1 ورتیکال. حالا برای ما 2 فیت داده هورزونتال، ورتیکال ما چند میشه؟ پس ورتیکال ما میشه 1 فیت. پس این وایدید 1 فیت شد. این حالا میگیم 92.09 جمع 1 فیت. پس الان مو تاپ آف کرب میشه که 93.09 یا 1 93.1. این در کتاب هم جوابش هسته. اینجا جوابش در کتاب براتون نشان بدم. این همی جوابش هسته 93.1 و اینی هم سوالش هسته که مگه میخواستین که رو بخوانین. اصلا نمیفهمیدن سوال بسیار مهم است که چی خواسته در سوال. تشکر.